عرض سلام و ادب و احترام. امروز اومدیم رفع ایراد فیلترهای این استخر انجام بدیم. نصبش کار خودمون بوده، البته تغییر دادیم، قبلا یه استفاده دیگه انجام داده بود. منتها به دستور کارفرما این فیلتر فلزی ها رو دوباره نصب کردیم اینجا استفاده کنم. این فیلترها از لحاظ تصفیه آب کیفیت آبشون خیلی بالاست، تصفیهشون یعنی خیلی خوبه، ولی خب ایراداتش هم خیلی زیاده. بالاخره زنگاب میده تو آب، یه ایراد کلی خیلی اساسی هم هست. زنگ میزنه، سوراخ میشه، بعد مصرف سیلیسش خیلی بالاست. بهتره که خب از این فیلترهای فایبرگلاس استفاده کنیم. اینا فلزی ها هم دردسرشون خیلی زیاده، بالاخره مصرف سیلیسش و تعویض سیلیسش و بازدیداش خیلی سخته، ولی خب تصفیه آبش خوبه نسبت به فایبرگلاس ها. تصفیه آبش خوبه. حالا ما دریچه‌ش رو باز کردیم، ظاهرا یا از نازلای کفش شکستگی داره یا سوراخ شده کفش، سیلیس ها رو رد میکنه توی استخر. انشالله رفعش کنیم، بعد تو پر کردن و راه اندازیش هم دوباره فیلم برداری میکنیم خدمتتون. داخل موتورخونه هم نشونتون بدم تاسیساتش رو. پمپاشه، پمپای خب کشاورزیه، بالاخره کارفرما به دستور کارفرما این کار انجام شده. کلکتورایی که اینجاست مکشار، کلکتور مکشه. لوله‌های کف استخر هم خب باید امسال انشالله اگه دستور بدن کارفرما تعویض کنیم، یعنی لوله سفید هیچ وقت نباید استفاده کنن. متاسفانه همکارای از روی علم پایین یا حالا شاید کارفرما دستور داده اینجور کار کنن. این قسمت هم کلکتور کار کردیم، چون این فیلترها خودشون دیگه شیر چند راهی نداره دیگه. اینو خودمون طراحی میکنیم اینجا، مسیر آب کلا برعکس میکنه، تخلیه میکنه. البته این یک کلکتور واسه یکی از فیلتراست، این یکی کلکتور هم واسه یکی فیلتر. از این قسمت میره به دهش‌ها و جت‌های استخر. این قسمتش هم قسمت تخلیه به زمان بکواششه که یا تخلیه کلی میکنیم یا بکواش به چاه میکنیم. از این قسمت هم مسیر دادیم با یه شیر یک طرفه و شیر فلکی اساسی که میره به باغات در زمان تخلیه کلی، یعنی کل آب استخری که میخوان تخلیه کنه از این قسمت تخلیه میشه. این موتورخونه اینجوری نبود، کلا با لوله سفید و گالوانیزه کار شده بود. یه مقدار کفشو بردیم پایین تر، ارتفاعش خیلی پایین بود، اصلا غیر استاندارد بود. بعد تاسیساتشو دوباره با لوله‌های مخصوص استخر PVCU کار کردیم، استاندارد و مرتب. ولی خب دیگه این قسمت هم بالا باید بعداً دور استخر رو تاسیسات استخر رو تعویضش کنیم.